سلام دوستان، امروزم در خدمتتون هستم با یه آموزش کاربردی دیگه. امیدوارم که تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. برای شروع نیاز داریم به مستطیلی در ابعاد 42 در 82 سانتی متر برای بدنه کیفمون، یه مستطیل در ابعاد 20 در 42 سانتی متر برای جیب، دو تا مستطیل در ابعاد 42 در 6 سانتی متر برای پاکدوزی لبه کیفمون و دو تا بند که من طول این بند رو 60 سانتی متر در نظر گرفتم. خب دوستان، در ابتدا مستطیلی که برای بدنه کیفمون در نظر گرفته بودیم رو از وسط تا میکنیم، از قسمت طول و از دو گوشه قسمت پایین کار مستطیلی به طول 7 سانت در 6 سانتی متر از دو طرف خارج میکنیم. من این قسمت رو مشخص کردم و این قسمت رو از کارم خارج میکنم. و هم این قسمت و برای اینکه جیبمون به 3 قسمت بشه، دو تا دوخت هم از دقیقاً 3 قسمت که کردیم این قسمت انجام میدیم. بعد از اینکه مربع ها رو خارج کردیم، این قسمت رو خالی کردیم، یه تکه داشتیم برای قسمت جیبمون که من بالا و پایین این تکه رو پاکدوزی کردم. حدود تقریباً 2 تا نیم سانت به داخل تا زدم و روش رو چرخ کردم. این رو به فاصله تقریباً 3 سانتی متر بعد از این قسمتی که خالی کردیم به پارچمون فیکس میکنیم. توجه داشته باشیم که به یک لایه از کیفمون وصل بشه. دو تا بندی که داشتیم در این مرحله به این قسمت از کیف، یعنی وسط عرض کارمون رو پیدا میکنیم. 7 سانتی متر به دو طرف علامت میزنیم و بعد از اون 7 سانتی متر بند کیف رو وصل میکنیم. به این صورت. حالا کیفمون رو برمیگردونیم به این صورت و دو تا عرض کار و این قسمت گوشی کار رو دوخت میزنیم. اول این دو عرض کار رو دوخت میزنیم، بعد که دوخت زدیم گوشه ها رو به این صورت هر دو طرف دوختش رو انجام میدیم. من دو تا عرض کار رو دوخت زدم، بند کیف رو هم قسمت بالاش چرخ کردم و قسمت جیبی که وصل کرده بودم رو 3 قسمت کردم و دو تا دوخت از روی کار به این صورت در این قسمت روی جیب زدم که جیبمون به 3 قسمت تقسیم بشه. و بعد از این مرحله من عرض کار رو دوخت کردم. در این مرحله چون کیف ما آستر نداره، این دو قسمت رو پاکدوزی میکنیم یا با نوار اوریب یا با یک پارچه از جنس خود کیفمون و بعد گوشه های کار رو به همون صورتی که گفتم چرخ میکنیم و این قسمت هم پاکدوزی میکنیم. دو تا نوار 42 در 6 سانتی متری داشتیم که این دوتا رو قسمت عرضش رو دوخت میکنیم و بعد به لبه کارمون وصل میکنیم که مراحل کار رو در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. پاکدوزی کار رو انجام دادم، هم این دو قسمت عرض کار و هم
دو گوشه کار رو. در این مرحله کیف رو به رو باید برگردونیم و اون نواری که آماده کردیم برای پاکدوزی کارمون به قسمت بالای کیفمون وصل میکنیم به این صورت. دور تا دور کارمون رو با این نوار فیکس میکنیم. این قسمت رو که دوخت زدیم باید نوار رو یک بار 1 سانت و مجددا به این صورت به داخل تا بزنیم و یه دوخت دیگه انجام بدیم که باز مراحل کار رو در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. خب لبه نوار رو به لبه کیفمون دوخت کردیم و در این مرحله باید به این صورت اول 1.5 سانتیمتر تا کنیم و بعد به این صورت به داخل کیف بفرستیم جوری که تقریبا 0.5 میلیمتر لبه کیفمون به داخل برگرده. دور تا دور کار رو به این صورت سنجاق میکنیم و دوخت میزنیم. خب بچه ها، در این مرحله دوخت این تترگ زیبای ما به پایان میرسه. امیدوارم که از نتیجه آموزش راضی باشید.